اینجا نرخ آرد ارزان است. گندم را با قطار از قزاقستان میآورند و خودشان آرد میکنند و میفروشند. عبدالله خوجایف پس از جستجوهای زیاد به کارخانه آرد کلاب آمده است. برای آن آمدیم که امی آرد اینجا نسبت به بازار ارزان‌تر خریداری کنیم. 300 بالاتر که بعد اینجا گفتن که ارزان‌تر که 200 چند سومه نازید 200 چند سومه 240 سومه میگیم اینجا بگیریم آرد ارزان‌تر. در یک هفته اخیر نرخ آرد در تاجیکستان افزود و خرج ساکنان را بالا برد. مقامات به طور رسمی وضعیت را شرح ندادند، اما بعضی از منابع حاصل کم را در قزاقستان سبب آوردند. در شب و روزی که نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان رو به بالاروی دارد، طریق روی آهن به کارخانه آرد کلاب 10 ها تن گندم از قزاقستان وارد شده ایستاده است. مسئولین کارخانه آرد کلاب گفتند که ساکنان نگران نباشند، چون آنها می توانند ساکنان را با نرخ دسترس به آرد تامین نماید. با کارخانه آرد کلاب باید بیش از 4,500 تن گندم بیارند برای زمستانی که در پیش است. مسئولین میگویند این مقدار گندم کافی نیست، چون صف طلبگاران زیاد است. نرخ نهو در کارخانه ما آرد یکمون 240 سومانی و آرد دویمون 220 سومانی می باشد که نظر به بازار خیلی هم ارزان می باشد. کارخانه آرد کلاب زیر اطاعت آژانسی ذخیره های دولتی است. اداره بهره‌ور از چند امتیاز. مقامات سبکی های مالی را یک راه دسترس کردن محصولات نسبتاً ارزان به مردم می‌دانند. ولی ساکنان میگویند چون این محصولات را نه در همه گوشه های کشور می‌بینند. عبدالله خوجایف و شخصانی مثل او چشم به راه قطاره‌های هستند که از قزاقستان گندم می‌آورند. محصولات سیر استفاده که تاجیکستان هم کشت میکند، اما برای تأمین اهالیش بسنده نیست. محمود جان احمدزاده، آزادی، روی آهن کلاب.